سلام تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم جمعه ششم آگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. زنوزنی بین مهاجران و زادگان قفقاز در ولایت مسکو، تقدیم اردن نشان فخری به پرزیدنت تاجیکستان، ملاقات بدون گالوستوک پرزیدنت های 5 کشور آسیای مرکزی، 6 کوهنورد روس را از ونج و دوشنبه آوردند. جستجوی جسد ماسلوف ادامه دارد. جسد دختر نابالغ را از دریای وخش بعد قریب یک هفته یافتند. هلاکت یک ساکن اماندره بر اثر سیل. یک ساکن دوشنبه را در گپرزم رتوکوب کردند. در پتربورگ با تعدید سلاح سمکه مهاجر تاجیک را با پولش کشیده گرفتند. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف روز 6 آگوست در ملاقات مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی در آسایشگاه اووزا در ساحل بحر خزر به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی را تقدیم کرد. امامعلی رحمان از بین رهبران منطقه اولین نفر است که سزاوار این مکافات تازه بنیاد دانسته شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان با نشر سی عکس گفت امامعلی رحمان با قرار مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی برای خدمت‌های شایسته در رشد مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیکی، همدیگرفهمی و همکاری دولت‌های آسیای مرکزی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه، پیشبرد منفعت‌ها و تشبس‌های مشترک کشورهای منطقه در عرصه بین‌المللی با نخستین مکافات عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی سزاوار گردانیده شد. امامعلی رحمان که 5 اکتبر به سن 70 پای می‌گذارد، از لحاظ سن و سال در بین رهبران امروزه دولت‌های آسیای مرکزی از همه کلانسال‌ترین به شمار رفته، از لحاظ سابقه ریاستش نیز در جای اول می‌ایستد. امامعلی رحمان از سال 1992 اینک قریب 29 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. از همتایان دیگر او در منطقه قربانگلی بردیمحمدوف از سال 2007 اینک 14 سال در کرسی پرزیدنت ترکمنستان تکیه زده است و رئیس جمهوری ازبکستان شفقت میرزیویف تازه سال 2016 و پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توقایف سال 2019 به مقام رهبری نشستند. هم از نگاه سن و سال و هم از لحاظ سابقه ریاست جوانترین رهبر در آسیای مرکزی صادر جباروف است که تازه 10 ماه قبل از زندان آزاد شده. ماه ینور سال 2021 همگی نیم سال پیش کرسی پرزیدنت قرقیزستان را به دست آورد. 6 کوهنورد روس را که در کوههای پامیر دچار مشکل شدند روز 6 آگوست همراه 4 عضو شورای رشد سیاحی تاجیکستان توسط چرخبال به دوشنبه آوردند. در این باره به خبرگزاری روسی ریا نووستی رهبر این شورا دولت ابیبوف خبر داد. او همچنین خبر داد که در کوههای پامیر جستجوی جسد کوهنورد هفتم از این گروه الکساندر ماسلوف ادامه دارد. ماسلوف روز 26 ایول هنگام فتح قلعه سنت اکسکیوزپری از کوه افتاد و هلاک شد. بعد آن حادثه کوهنوردان باقی مانده درخواست کمک کردند و روز 14 آگوست 4 عضو شورای رشد سیاحی تاجیکستان در چرخبال قشون‌های مرزبانی برای نجات این کوهنوردان رفتند، ولی متاسفانه چرخبال آنها در حدود موضع پای مزار جماعت راوند نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان هنگام نشستن بر روی پیرخ خرسان در دره عبدالقهار سقوط کرد. بر اثر صدمه یک نفر خلبان یعنی پیلوت چرخبال هلاکت رسیده. 4 عضو شورای سیاحی از جمله حبیبوف جراحت برداشتند. اکمل عثمانوف در فیسبوک خبر داد که خلبان هلاک شده سرگئی تیوتین می باشد که در دوشنبه به دنیا آمده. یک عمر در اویاسیای تاجیک خدمت کرد. به نوشته مؤلف تیوتین یگانه پیلوت بود که اجازتنامه پرواز در بلندی های کوهستانی پامیر را داشت. دولت حبیبوف در صحبت با ریا نووستی نقل کرد که بعد سقوط چرخبال آنها همراه 6 کوهنورد روس پایین فرآمدند. آنها را سپس تا شهرک ونج آورده بعد با چرخبال قشون‌های مرزبانی به دوشنبه آوردند. چرخبال‌های نهادهای قدرتی تاجیکستان بعضی وقت برای عملیات نجات از جمله نجات کوهنوردان در کوههای پامیر استفاده می شود. تقریبا همه چرخبال‌هایی که در تاجیکستان موجودند کوهنور فرسوده بوده
از زمان اتحاد شوروی به میراث ماندند. نخستین ملاقات پرزیدنت‌های همه 5 کشور آسیای مرکزی در ساحل بحر خزر در فضای غیر رسمی بدون گالستوک دایر شده است. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که بغیر از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که به این ملاقات غیر رسمی شیمی جنس، کرته تنوک در تن و توفلی در پای آمده بود، 4 پرزیدنت دیگر در تن لباس ورزشی داشتند. میزبان این نشست پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف میهمانان بلندپایه‌اش را به تالار فیتنس دوست داشته خود در آسایشگاه اووزا نیز برده است. در یکی از عکس‌ها 5 پرزیدنت سرگرم صحبت در داخل تالار فیتنس دیده می شوند. روز 6 آگوست در آسایشگاه اووزا ملاقات مشورتی رهبران اول 5 کشور آسیای مرکزی برگزار می شود. تحکیم همکاری‌های منطقوی و وضع افغانستان از موضوعهای اساسی این نشست نام برده می شوند. بعد انجام نشست 5 پرزیدنت از نمایشگاه محصولات کشورهای آسیای مرکزی و همچنین از جشنواره غذای ملی خلق‌های ساکنان این منطقه دیدن کردند. نمونه‌های غذاهای ملی را می‌چشیدند. در ترکمنستان برای پرزیدنت‌های منطقه کنسرت شام دوستی با اشتراک آوازخوان‌ها و هنرمندان از همه 5 کشور آسیای مرکزی نیز دایر می‌شود. قبلا خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان عکس در هواپیمای پرزیدنت ترکمنستان همراه با بردیمحمدوف از اشخاباد به ساحل بحر کسپی پرواز کردن امامعلی رحمان را نشر کرده بود. شام 5 آگوست در شهر ادینسو و ولایت مسکو با اشتراک مهاجران باز یک زنوزنی گروهی روی داده است. ویدیوی لحظه زنوزنی در گروه تپیشن ادینسو و در شبکه فکنتاکت نشر شده است. با گفته شاهدان شام 5 آگوست 10 نفر با چوب و کلتک مسلح اول در حدود کوچه سیورنه زنوزنی کردند و بعد چند مناقشه آنها به محله خوابگاه موقتی کارگران ساختمانی مجتمع استقامتی ادینبورگ کوچید. بنا به اطلاع شبکه تلویزیونی رنتوه در ادینسو و زادگان کشورهای شوروی سابق با زادگان منطقه‌های جنوب روسیه از گریبان هم گرفتند. تفصیلات دیگر حادثه هنوز دسترس نشده است. در وقت‌های آخر این بار اول نیست که بین مهاجران از شوروی سابق و زادگان منطقه قفقاز شمالی روسیه زنوزنی‌ها روی می‌دهند. از جمله شام 28 ایول در شهر سنت پتربورگ زادگان تاجیکستان و چچنستان از گریبان یکدیگر گرفتند. پلیس پتربورگ 166 نفر را دستگیر کرد. شب 12 ایول در نزد ایستگاه مترو کوزمینک حدود 200 مهاجر اساساً زادگان قرقیزستان و تاجیکستان زنوزنی کردند. پلیس 103 نفر آنها را دستگیر کرد. روز 18 ایول زنوزنی با اشتراک حدود 20 نفر در شهرک اپریلوفکا در ولایت مسکو روی داد. پلیس مسکو حدود 50 مهاجر را دستگیر کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت چنین زنوزنی‌ها در چند منطقه از جمله در ولایت‌های امور، مسکو، سوردلوفسک، جمهوری داغستان همچنین در شهرهای مسکو و سنت پتربورگ روی دادند. شماره افزاینده مناقشه‌ها و زنوزنی‌ها بین مهاجران در وقت‌های آخر مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 28 ایول در سامانه رسمیش هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای اشتراک در زنوزنی‌های عمومی بدون یگان چون و چرا از قلمرو روسیه دپورتاسیون کرده از حق بازگشت به این کشور محروم خواهند کرد. کارمندان پلیس نویه مسکو شهر سنت پتربورگ روسیه 2 مرد 29 ساله زاده جمهوری داغستان را که در یگان جا کار نمی‌کردند با اتهام غارتگری دستگیر کرد. نشریه محلی گازت اسپب رو خبر داد که یک شهروند 35 ساله تاجیکستان به پلیس مراجعت کرده خبر داده است که شام 5 آگوست در نزد بنای رقم 34 در کوچه زاستاوسکایا 2 مرد ناشناس با پیستولت به او تهدید کرده با زوری سمکش را که در داخل اون 25,000 روبل داشت کشیده گرفتند. غارتگران بعد این به ماشین تمغه شکودا رپید نشسته از جای حادثه فرار کردند، ولی به کارمندان پلیس میسر شد که خیلی زود شخصیت غارتگران را معین و هر دو را دستگیر کنند. پلیس نویه مسکو در رابطه با این قضیه با اتهام غارتگری پرونده آغاز کرده است. ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت خبر داد که نیمه دوم 5 آگوست ساعت 17:30
در پی باران پرشدت در جماعت دیهات اماندره در کنار شهر پنجکین سیل آمد. از هلاکت یک ساکن 60 ساله دیهه اماندره خبر داده می شود. بعد جستجوی زیاد ساکنان اماندره جسد او را از زیر لای آب صبح 6 آگوست ساعت 6:20 پیدا کرده و به نزدیکانش سپاریدند. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده بر اثر سیل به 3 اولی در دیهه اماندره لای آب درآمده. سیل 29 زمین نزد اولگی، 10 هکتار زمین های کشت و 10 کیلومتر راه ماشینگرد دیه را نیز از لای پر کرده است. همچنین سیل در جماعت دیهات یوری، محله سوشنگ و جماعت دیهات شینگ، دیهه زوران نیز با آوردن لایوبه به ساکنان ضرر رسانیده است. یادآور می‌شویم روز 19 ایول بر اثر سیل در دیهه کشتودک پنجکین 13 نفر به هلاکت رسیدند. ماه مای سیل در جنوب تاجیکستان منجر به مرگ 9 نفر شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک بار دیگر به ساکنان کشور هشدار می‌دهد که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان روز 6 آگوست نیز در منطقه‌های علاهیده کوهستان ولایت سوخت، ناحیه‌های تابع جمهوری و قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان احتمال آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها از گرمای شدید وجود دارد. از اهالی خواهش شده است که سر وقت سیل راه‌ها و جویبار و کانال‌ها را از هر گونه مانع‌ها پاک کنند تا سیل رایگذر پیدا کند و وارد خانه و حوله و زمین های کشت نشود. بنا به اطلاع ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان جسد یک دختر نابالغ را که هنوز روز 30 ایول غرق شده بود بعد قریب یک هفته جستجو نیمه دوم روز 5 آگوست تخمیناً ساعت 16 از دریای وخش پیدا کردند. این دخترک 17 ساله ساکن دیهه گلشن جماعت دیهات گلشن نویه فرخار بوده که هفته گذشته روز 30 ایول در موضع سر پول جماعت شهرک بختاریان نویه کوشانیان هنگام آببازی در دریای وخش غرق شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده رعایت نکردن قاعده‌های آببازی هنگام شناوری را سبب غرق شدن این دختر نامیده است. نجات دهندگان ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان جسد این دختر جوانمرگ را حدوداً 1 کیلومتر دورتر از جایی که غرق شده بود پیدا کرده و برای تشخیص و تحقیق به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. بنا به اطلاع دریافتی از اول سال در کل دریاهای تاجیکستان حدود 60 نفر غرق شدند. تقریبا نصف آنها را نابالغان تشکیل می‌دهند. مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه به آن گمان بر می شود که روز 4 آگوست ساعت 14:30 در کوچه گپرزیم مرد 53 ساله ساکن پایتخت را به یگان اساس او را لطکوب نموده است. در نتیجه جبری دیده را با جراحت جسمانی درجه وزنین در بیمارخانه بستری کردند. تفتیش این حادثه ادامه دارد. مرد 26 ساله ساکن پایتخت به آن گمان بر می شود که ماه سپتامبر سال 2020 در کوچه رحمان نبیوف با راه فریب به باوری جوان 20 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او 48,000 سومانی گرفته است و وعده داده است که برایش ماشین تمغه اوپل استرا می‌دهد، اما با گذشت قریب 1 سال او را فریب داده نه ماشین می‌دهد و نه پولش را برمیگرداند. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.